اولا سلام علیکم. روز همگان بخیر شده باشد. امروز در پیچر هوای سالقین شب بوده، بهت نقص، نه گرم نه دم نه خنک است. یک نفر شناسم از شهرمون نوشتن که واتساپم به خونه افتادیم، یک خانگی یا که دو خانگی باشد، همراهی اویلوی قطعی شوهرشون و دو فرزندشون قطعی желательно نزدیکی های مترو باشد و کدام مترو نباشد. گفتن اگر کسی در پیتر زندگی کنه، اگر همین خیلی کوارتیر داشته باشن یا از اون شناساشون به کامنتاری نویسید. حتما به یک نفر کمک کرده این کاری نقص است، ثواب است. دیگر من یکان شناس ندارم که از آنها پرسم. از یک نفر پرسیدم، آنها گفتن که ما در چه زندگی میکنیم. گفتن به فکرم بیرون از شهر. برای همین التماس کسی اگر همین خیلی شناس داشته باشند نویسند در پایان کامنتاری در شهر پیتر باشد، سانکت پتربورگ. و باز یک چیز را قید کنم، به همه شمایان تشکر زیاد منتظر خود را میرسانم که دستگیری کرده ایستادید. به هر حال به این روزهای آخر یوتیوب مشکلیاش به نگاه نکرده، در کنکورس شرکت ورزده ایستادید. بسیاری دم لایک و پیدا میشوند، بعد از کمتر وقت بینم علاقه با کمتر نیستند لایک و با подписчикان نیست. همین گونه 300 چند نفر شدگی بودم، باز حاضر 306 نفر دم 322 شدن، باز فرامدن. انا خیلی نفهمیدم این یوتیوب چه خیلی شدست. به هر حال کوشش کردم. به همه شما تشکر زیاد. انشالله الهو کسی اگر به همین مکافات هایی که در کنکورس ما گذاشته شدن شهناز خون گذاشتگیم، به همون آدم نفری که در حقیقت تنقسی میکشد در همون تحفه بسیارتر ضرور است، به اون شخص کسی باشد برد کند. به همه موفقیت بردباری خواهانم. از این کنکورس اگر نشود انشاءالله در پیش باز دیگر کنکورس ها هستند، رو افتاده هیچ نشوید. امروز پلانی من خدا خواهد یک مغازه می رفتگی به نزدیکی زادروزی مادر جانم. با اون کس اینجا ماشینه جامعشویی اتومات می فرستندگی. یک مغازه میبینم الدورادو ام ویدیو желательно کلانتر باشد برای ایدیال شستن، ایدیال دوخسپالنی دستکی نشویم خودش سخونده چاقونده میتید. حاضر میبینم میرم بر وقتر برامده، بعد به کار از همونجا راست کار بمیرم. همه خیر. باز доверенность فرساندگی بودم. اول فرساندم قطعی کجانم خطا برامد و خطا برامدگیش نیو через Өзбекистан میامدگی بودم. این دفعه مینسکم خوش کردم. باز رفت دیروز گرفتم доверенность برای پسرچم. اویا کسی اسفرگی ها برده دادیم، آن کس دین فرساندگی امروز راه به یک نفر گرام میبرن. خدا خواهد کنی بودم به نمره تلفنی مادرم دادم. همه خیر. خدا خواهد حده هم به بلیت گرفته که پسر جانم می آید. خدا شکر. قریب 2 سال شد ندیده بودم. سال آینده خدا خواهد دخترچه میبیارم نزدم، به همینجا صنفیت بمیتیم. کم کم آیسته
همه مشکلات پس سر می شوند. خیلی با چشم چار راهشون رو پایداشتیم. خدا خواهد می بیان. شکر خدا. و همه تب بالیده، صحت سلامتی، روزگار آباد تمنا دارم. و خدا نکند که هیچ کس را مادر از فرزند جدا، فرزند از مادر جدا نکند. همیشه همه همراه خود باشند. روز خوب را تمنا دارم. خیر تا نوار آینده. تشکر زیاد به دستگیری همه تان.